این سرک ولسوالی‌های راغستان، کوهستان، یاون و یفتل بدخشان را به مرکز این ولایت پیوند می‌دهد. کار جغل پهنسازی و هموارکاری این سرک به درازای 20 کیلومتر از سوی یکی از معدنکاران بدخشان 85% پیش رفته است و قرار است تا 2 هفته دیگر به بهره‌برداری سپرده شود. 4 ماه میشه که ما در این سرک کار میکنیم، خدمت میکنیم و سرک هم از طرف زایست بودجه و هزینه‌اش برآورده شده و پیشنهاد داره و سرک ما در قسمتی 85% کاراش پیش رفته و 15% از باقی مونده که ما انشالله به آخر میرسانیم. 15% دیگه هم فعلا کارمون جریان داره، زیر کار سک و پولچک های از زیر یک تعداد جایش پولچک داشت، پولچک هایش هم جور کردیم و جویباره هایش هم به طور کامل کلن 80% 85% کار کردیم، جور کردیم، یک مدت جایش گردن کاری کردیم و دیگه فعلا کارامون جریان داره و باقی کارها را انشالله به آخر میرسانیم. مردم و رهگذران میگویند پیش از این پیچیدگی و سخت گذر بودن این راه آنان را به سطوح آورده بود و اکنون با ساخت این راه مهم هنگام رفت و آمد نفس راحت میکشند. کجی خم ما فارم زنبور داریم، سر فارم رفته ایستیم، قبلا بسیار خراب بود سرک، ولی ماشاءالله کار کردن، بسیار خوب شدن، سهولت است، بسیار خوب است سرک. ما خیلی خوش شدیم که سرک ما رو بازسازی شده. قبلا می اومدیم اینجا 5-6 تا سواری برمی از اینجا تله میدن تا او سری بلندی نمیشه رفتن، ولی ما خیلی خوش هستیم که برای ما سرک مون درست میکنن. این سرک از منطقه لایابه تا ساحه دوابه در ناحیه 8 شهر فیض‌آباد به هزینه نزدیک به $1 میلیون از هزینه شخصی یکی از معدنکاران به شکل معیاری جغل اندازی، پهنسازی و هموارکاری می شود.